پنجشنبه جمعه ها دانشگاه تهران کلاسای MBA و DBA داره. منم میام دانشگاه. اون زمانا که دیگه رتبه‌مون نخورد که برسیم خدمتشون. الان داریم میایم. خیلی جالبه. اون زمان که داشتم برای لیسانس میخوندم، مثلا این تحصیلات آکادمی یه تأثیر خیلی خاصی داره. یه انقلابی تو زندگیم به پا شد و اصلا یه فکریم روند تکاملم انگار رفت یه جای دیگه. و اندفعم که الان دارم دوباره میخونم خیلی جای واقعی غذاها رو ببین چقدر خوشمزه است. کبابی یه دونه باشه، همین قبلیه که رد شد خیلی خوشمزه بود غذاش. و این که انگار یه انقلابی تو ذهنم اندفعم به پا شد. خیلی روند رشد و یادگیری تاثیر داره. اولش که سرفصل بودم تا بابا بی خیال اینا مثلا درده سرچ فلان افسانه اینا به ما نمیخوره و فلان اینا، ولی وقتی که توش بودم به نظرم واقعا عالی بود برای من و اصلا توی ذهن من و روند رشد و مدل زندگی منو تغییر داد و اصلا یه دفعه رفتم روی لول دیگه فکری. خیلی جالبه. اینا تاثیرات رشد، اینا تاثیرات پویاییه و واقعا حواسم باشه که همیشه برم توی این راه و به خودم کمک کنم برای روند رشدم.